سوال خوبی بود. خیلیامون، منظورم عموم جامعه است، شاید حتی اسم اوراق با درآمد ثابت، عموم جامعه ایران رو من دارم میگم، چون اولا انگار من بخوام سوال شما رو اینجوری جواب بدم، میخوام ببینم جایگاه آلترناتیو اینوستمنت ها تو ایران چه شکلی بوده. خیلیامون شاید حتی اسم اوراق با درآمد ثابت به گوشمون نخورده. اگر هم خورده باشه شاید اصلا کلا توشون سرمایه گذاری نکردیم. اگر هم کرده باشیم شاید به ندرت نسبت مهمی از اموالمون رو بخوایم روشون سرمایه گذاری بکنیم. از طرف دیگه اسم بورس رو قطعا شنیدیم، شاید به خصوص بعد اتفاقات سال 99، اما شاید هرگز به خاطر حالا ریسکی بودنش و عدم آشناییمون شاید زیاد سمتش نرفته باشیم. اما ملک به گوشمون خورده، طلا به همچنین، اوراق سلف که از دیرباز تو ایران بوده. از طرف دیگه کم کم میبینیم که بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال دیگه هم دارن کم کم جا باز میکنن. بانک و سایر ابزارهایی که تو بازار پول هستن مثل گواهی سپرده هم تا دلتون بخواد به گوشمون خورده. لذا مثل این که آلترناتیو اینوستمنت ها بیشتر به گروه خونی ما ایرانی ها میخوره. پس شاید اینجوری بخوام بگم که آقای مؤسسه کایا که این بحث آلترناتیو اینوستمنت ها رو باب کردی، شاید برای بقیه آلترناتیوی، ولی برای ما ایرانی ها شاید اصل مطلبی. اجازه میخوام یه چند تا مثال تخصصی هم بزنم، شاید دوستانی که احتمالاً مالی باشن بیشتر توی این لایو باشن. برای برآورد ریسک و بازده توی فایننس از مدل ناماشنایی کپ ام استفاده میکنیم که اونجا فقط نوسانات بازار سهام رو به عنوان تنها منبع ریسک. وقتی که ما داریم از مدل کپ ام استفاده میکنیم، توی مباحث کایا عنوان میشه که صرف استفاده کردن از مدل کپ ام که نوسان بازار سهام رو به عنوان تنها منبع ریسک شناسایی میکنه کافی نیست. ایزن مدل معروف دیگه به اسم فاما فرنچ که دوتا منبع ریسک دیگه رو هم معرفی میکنه، میگه اینا برای آلترناتیو اینوستمنت ها گمراه کنندن. اما شاخصهایی مثل تورم که با اینفلیشن بتا میتونیم اندازه گیریشون بکنیم، یا شاخصی به اسم مثلا شبیه GSCI S&P GSCI که توسط گلدمن ساکس برای کامودیتی ایندکس ها هستش، اینا میتونن در کنار کپ ام برای آلترناتیو اینوستمنت ها کمک کننده باشن. همونطور هم که دیدیم توی بازار ایران عملاً آلترناتیو ها قسمت اعظمی از سبد سرمایه گذاری مردم رو تشکیل میدن. از طرفی شرکت های بورسی ما هم بیشتر کامودیتی محورن، لذا اضافه کردن بتایی مثل بتای تورم و شاخص دیگه‌ای مثل شاخص GSCI به اضافه کردنش به کپ ام میتونه برای متر کردن ریسک شرکت های بورسی ایرانی هم حتی کمک کننده باشه، چیزی که شاید به نظر من یه گزینه خیلی خوبی باشه برای تحقیقات آکادمیک که دوستان بتونن رو پایان نامه‌شون کار بکنن که این دو تا شاخص دیگر رو هم به مدل کپ امشون اضافه بکنن و شبیه فاما فرنچ رفتار نکنن و چیزایی که واقعا رلوونت و مربوط هستش رو استفاده بکنن. یه مثال دیگه بزنم، احتمالاً خیلیامون اسم صندوق‌های اهرمی به گوشمون خورده که عملاً یه 2-3 سالی هستش که تو ایران طراحی شدن. اینا به وفور توی منابع کایا مورد تحلیل قرار میگیرن، در حالی که حتی اسمشون هم توی CFA نیومد.